این دیگه چه وضع؟ چیه؟ هیچی بابا، همش درس. انقدر درس خوندم مغزم ترکید بالا. دانشگاه همینه دیگه پسر، وقت نفس کشیدن نداری. والا من که نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. باید یه جوری بپیچونمش. به محض اینکه نیای سری به خانواده‌ات خبر میدن امروز اومده امروز نیومده. نه بابا. آره. مگه میشه والدین من نره خرو بخوام مدرسه؟ چرا که نشه؟ اسم هر کی رو که تو فرم ثبت نام نوشتی سری به موبایلش زنگ میزنن و بهش خبر میدن. ولش کن. به زورم که شده تو دانشگاه نگرمون میدارن. من دامادمون رو یه کاریش میکنم. واسه اونو نه. خوبه دیگه. میای بریم اینجا یه آبجو بزنیم داداش؟ قربونت برم داداش، من نمیتونم بخورم. این روزا دوست ندارم زیاد بخورم. مگه میشه نوکرتم بیا مهمون من؟ آخه بابا تو چقدر بچه مثبتی بیا دیگه. ایول بابا بریم. چقدر زندگی سخته. این آدما رو ببین، عین لشکر مورچه هایی که برای یه لقمه نون دست و پا میزنن. یک آقا رو باش، پاک تعطیله. طرف اصلا تو باغ نیست. علی کمال خان، هر وقت روزنامه خوندنتون تموم شد بگید یکم کار انجام بدیم باشه؟ چه روزنامه ای بابا؟ همینجوری داشتم نگاه میکردم. حالا باید چیکار کنیم؟ گزارشای اتیکتا رو مگه نمیخواستیم بررسی کنیم؟ مثل اینکه اینجا هرچی بود پریده، فراموش کردی نه؟ نه یادم نرفته بابا. اتفاقا منتظر بودیم بگید تا شروع کنیم. ببینم گانی خان کلاس میرن؟ آره داره میره. یه کمی سختشه ولی همشو داره میره. سختشه؟ چرا سختشه؟ از روز اول شکایت شروع کرده؟ نه از کلاس که شاکی نیست، فقط رفت آمدش یکم مشکله. 3 کورس ماشین عوض کن، سوار شو، پیاده شو. ای خدا، چطور من به این فکر نکرده بودم؟ این بچه یه ماشین لازم داره. گفتین ماشین؟ نه ماشین کافی نیست، یه راننده هم باید براش بگیرم. سختشه بچه. بابا من اینو نگفتم که. اگه میخواد درس بخونه باز عرق بریزه. عرق. راستی تو با چی میای کلاس؟ با مینیبوس؟ در اصل با ماشین میام، امروز گذاشتمش سرویس. تو با مینیبوس میای؟ خیلی بدتر، با اتوبوس. تازه بین رای تاکسی هم سوار میشم. آخه خونمون دوره، هیچی پول واسم نمیمونه. تو استانبول بدون ماشین نمیشه پسر. بگو پدرت یه ماشین برات بخره. بابای من فوت کرده داداش. خدا بیامرزت. با مامانت زندگی میکنی؟ مامان اینا کایسری. من اینجا با آبجیم میمونم. پدر شوهر آبجیم خیلی پول داره ولی ما عمرمون تو اتوبوس هم میگذره داداش. خیلی روزه. شغلش چیه؟ کارخونه چرم داره. نه بابا. پس واجب شد برای ما تخفیف بگیری. والا واسه خودمون هنوز چیزی نماسی. تو که دیگه جای خود. امر دیگه ای ندارید؟ من میتونم برم؟ بله میتونیم بریم. ممنونم. شبتون بخیر. خداحافظ. خداحافظ. تو هم اگه میخوای بری برو، خیلی دیر شده. من عجله ندارم، اینم تموم کنیم بعد میرم. پسرت منتظر نمونه؟ پرستارش پیششه. اسم پسرت چیه؟ کان. خب دیگه ولش کنیم، برای امروز کافیه. هر طور مایلی. میونش با پرستارش چطوره؟ خوبه؟ خوبه. با اجازتون. شب بخیر. خداحافظ. شهرزاد، پدر کان کجاست؟ مرده. چطور مرده؟ تو تصادف رانندگی. پسر شهرزاد تازه 1 سالش بوده. نه بابا. خانواده نداره؟ شهرزاد تک فرزنده. پدرش از سرطان فوت کرده. مادرش هم وقتی شهرزاد نوجوان بوده فوت کرده. یعنی کسی رو نداره؟ یه خاله پیر داره.
آنکاراست. تمام مسئولیت اونم با شهرزاده. به خالشمون میرسم کمک مالی. البته پدر شوهر خدا بیامرزش خیلی پول داره، اما پول درمانشمون داد؟ نه بابا، 1 قرونم نداد. چرا خب مگه اونقدر پولدار نیست؟ چون پسرش با شهرزاد ازدواج کرده، اونو از فرزندی طرد کرده. نه شهرزاد و نه نوه‌شو قبول نداره. باور نکردنیه بابا. میگم پس شهرزاد اون همه پول از کجا آورد؟ جور کرد دیگه. ماشینو فروخت، به تمام دوستاش بدهکار شد. هر طوری که بود پولو جور کرد. شب بخیر خانم. شهرزاد چرا به من نگفتی؟ چی رو؟ که اون پولو برای پسرت میخواستی؟ شما ازم نپرسیدی. من از شرکتی که 3 ماه بود توش استخدام شده بودم $150,000 پول خواستم. شما هم جسارتمو تقدیر کرد. شهرزاد خیلی ازم میکشم، جدا میگم. منو ببرش. شب بخیر. اینا رو کجا بذارم؟ بذار اینجا. این وای قسمتش هم وای درست وای وای وسایلا رو آوردن؟ خوش اومدی آقا برهان. وسایل اومدن آقا برهان، ببینین چه خوشگلن. کجا مونده اینا تا این ساعت اوستا کی؟ تو ترافیک موندیم آقا برهان. دیدی الا دیر کنی تو ترافیک موندی. تموم شد؟ تمام خسته شد. نباشید، به سلامت. علی کمال جونم بابا. چشم. چطورن بابا؟ خونه قشنگی شده دخترم. آره خیلی دلباز و قشنگ شدی. آره خیلی خیلی خوشگل شده. ببینم چیزی کم و کس نداری؟ مرسی بابا، هیچ کم و کسری نداریم خدا رو شکر. خیلی ممنونم برای همه چیز. به سلامتی باشه تو روزای خوش. انشالله. ممنون اوستا جون. خسته نباشی. دستت هم درد نکنه. متشکرم. به سلامت. خداحافظ. خدا به همراهت. خوشگلی شانس یارو عینهو باباش شده. نمیدونی که زرده رو دست آقا برهان تو خسیسی. بگی داداش من قربانه. به سلامت. %100% pure, natural product with the highest effectivity. The organic body oil from Argan Pure, a natural product that simply does you good. برجو دخترم چرا حروم میکنی کاغذ سفیدو؟ آخه خطش درست نشد. خب قربونت برم، وقتی که نشد با پاکش کن. اینجوری ببین کثیف میشه. گناه داره. قربونت برم، ما بابت اینا پول میدیم. به شما تو مدرسه یاد نمیدن صرفه جویی کنی؟ قدر مالتونو بدونید. اسراف نداریم. اومدم. فرار کن. اوی. اوف.
پسر منی. زنا رو باور نکن دوست من. وعده‌هاشون رو باور نکن، بخند و بگذر. اشتباه بوده. نگو باید باور کرد. نگو پیش‌داوری اصلا چیز خوبی نیست. خوبه. خوشحالم که فهمیدی. خیلی استبدی دارم کرد. خیلی بزرگش میکنی بابا. باش بد رفتاری کردی، بعدش رفتی معذرت خواستی. از این به بعد هم خوب رفتار میکنی. آره؟ پس تو تصادف رانندگی مرده شده شده؟ مگه برای تعریف نکرد؟ نه، حرف نزد. فقط گفتش که مرده. خیلی بدهکاره. به نور اینجوری. یعنی به همه دوستای صمیمیش بدهکار شده. حالا میفهمم چرا نمیخواست از شرکت بره. مگه نگفتی جلوی آدمو ضایعش کردی؟ هر کسی دیگه ای بود 10 بار استفاده ده بود. گرچه همین بارم من راضیش کردم. میگم سر سال بهش 2 برابر ایدی بدیم. حالا که اینقدر قرض داره. آره میشه. ولی بقیه پرسونه نفهمه. باشه. پدرش توی جنگ قره باغ مرد. من هم با پسر جونم تنها موندم. با خودم گفتم تقدیره. تحمل میکنم. باورش میکنم. تو زندگی برام هرچی اتفاق بد بیفته بچم برام کافیه. ولی نشد. مهربان خانم، پسر چند سالش بود؟ یعنی وقتی از دستش دادی؟ 14. نگو. دقیقا تو بهار زندگیش. بهارم زمستون شد. من خیلی خوب میتونم شهرزادو درک کنم. هیچ یاری مثل مادر نمیشه بنور. نمیتونه باشه. سوبا؟ شهرزاد؟ سوبای چیز میشه دیگه، مجرد. پس میشه مجرد. خوبه. آره خواهر مهربان. بنور هنوز ازدواج نکرده، منتظریم تا دلشو ببازه. با کسی نیستی؟ اونم یعنی عشق، یعنی کسی نیست عاشقش باشی. دل بدون معشوقه مثل گل بدون آب میمونه. ببین چطور گل بدون آب پژمرده میشه میمیره. معشوقه نداشته باشی دلت هم خشک میشه. تازه اگه آدمی رو که دلت میخواد باهاش باشی که هیچی. آدمی رو که دلم میخواد. خیلی بی احساس مهربان خانم. چه چیزایی ازت میشنوم بنور. نه بابا تو هم. هست یه چیزایی هست. دل تو یکی رو میخواد. نیست شهرزاد، همینجوری از دهنم در رفت. از دهنت به این راحتی ها که حرف در نمیاد. به نظرم که تو دلت یه آتیش افتاده. نه بابا چیزی نیست. چه آتیشی؟ نگو از این حرفا تو رو خدا. افتاده اون آتیشه که اینطوری تو رو به حرف آورده. بگذاری دیر شده، من باید برم تو خونم، کلی کار دارم. بنور چیه؟ نگاه کن، یه دقیقه باید برام تعریف کنی. ببین حالا خیلی کنجکاو شدم. عجب شبیه. کم مونده خفه شیم. چرا ما اینجوری شدیم؟ نمیدونم. منو ببین، از همین بیار. هرگز نگو که اگه یه روز عاشق شدم اسیر عشقای دیوانه نمیشم. دلتو میبزی. این از کجا در اومد؟ 1001 شب. اونو که میدونم، یعنی چرا این جمله؟ نکنه عاشق شدی؟ چه ربطی داره؟ تا 1000 بار گفتم. عشق کی گم کردی که
حالا من میخوام پیداش کنم. اگه منتظری یکی پیداش کنه حالا باید وایسی. خودت باید پیداش کنی پسر، خودت باید عشق کنی. مگه بخواستنه؟ عشقو پیدا کنم گمش کنم؟ نه بابا. خسته شدم از اینجا. از صحبتمون؟ نه بابا، یعنی من تو اون مود نیستم. وضعیت ما رو ببینم، انگار شب جمعه است. فکر میکنم دیگه بهتر بریم. آره بریم. آره بریم. ببخشید داداش، صورت حساب. میخواستم چیزی به بنور بگم یادم. تو را میپرسی هنوز اونقدر دیر نشده. میره خونه؟ میتونم کمکتون کنم خانم محترم؟ نه ممنون، امداد خود رو الان میرسه. این دیگه چه سرویس 24 ساعته ایه؟ وقتی لازمش داری اشغاله. الو آقا کرم؟ آره منم. مزاحم شدم؟ نه بابا چه مزاحمتی. خونه ای؟ تو راهم، یعنی در حقیقت تو راه موندم. تو راه موندی؟ چطور؟ ماشینم خراب شد، منم از ترس نمیتونم پیاده بشم. با امداد خود راه هم تماس میگیرم ولی همش اشغاله. نه بابا، دقیقاً کجایی؟ باشه فهمیدم. تو بیرون نیا از ماشینت، چند دقیقه دیگه اونجا. جلوتر دور بزن. ها پسرم، یه نوشیدنی میخوری برات بیارم؟ نه نمیخوام. چیزی برای خوردن هست؟ این موقع شب؟ چیه ایراد داره؟ وا چه ایرادی داره پسرم، تو غذا بخوری من خوشحال میشم. چی بیارم برات؟ فرق نمیکنه هر چی که هست. راستی مامانتون زنگ زد. چی میخواست؟ میخواست ببینه خونه این یا نه. مامانم کی میخواد دست از سر من برداره؟ کی میخواد دیگه مثل بچه ها منو چک نکنه؟ نمیدونم پسرم، شاید وقتی ازدواج کنی. یعنی اینطوری حدس میزنم. میپرسه؟ چی رو پسرم؟ که کسی هست یا نه؟ خب دیگه منو نگاه کن، خبر رسونی که نمی کنی؟ ابداً. والا از این فکر میکنی خیلی ناراحتم میکنی. بعدش من اصلا هیچ چیزی نمیدونم. تازه اگه بدونم هم هیچ حرفی نمیزنم. فکر میکنی که من نمیشناسمت؟ خیلی خب برو زود باش. ای وای ببخشید، معذرت میخوام. غذا وای. دیگه داشتم به پلیس زنگ میزدم که شما به دادم رسیدید. تو به ماشین بنور خانم برس، منتظر امداد خودرو باش. صبحم میبریمش برای سرویس. باشه؟ روی چه شغل؟ بیا زود باش ما بریم. به شما هم زحمت دادم. چه زحمتی عزیزم، میرسونمت. بیا باشه. این داستان شهرزاد نیست؟ خیلی قشنگه نه؟ اونو رو گوش میکرد منم خوشم اومد. داستانیه که میدونستم اما خیلی وقت گوش ندادم. مثل اینکه آقا اونور خیلی زیاد کوروساکوفو دوست دارن. دوست داره. این که از کارهای عادیشه، ولی من خیلی گیر نمیدم. آقا کرم، به نظرم داریم تو پروژه مرکزی کمی تأخیر میکنیم. واقعا؟ مگه هنوز زمان نداریم؟ در اصل امروز منتظر گرفتن پروژه بودم. خوب میشد اگه فردا یه نگاهی مینداختیم و دوشنبه هم میرفت برای تاییدیه. فردا که شنبه باشه من مشکلی ندارم. خوبه. پس یه زنگی به اونور بزنم، اگه اونم مساعده جمع شیم. یه نیم ساعتی برامون کافیه. انگار از هم صحبتی امشب با من خسته نشدی. نمیذاره یه غذا به خیال راحت بخوریم؟ مگه میشه از هم صحبتی با تو سیر شد؟
یه صحبتی از زنا شروع میکنی که از قصه 1001 شب تا خطرناک بودن و زهر بودن زنا میره. زنا از زهرن ولی مادرها فرشتن. حتما مامان فریده رو داری میگی دیگه. مشخصه پسر، اون سر فرشته است. فردا صبح چی کاره ای؟ چطور؟ به نور میگه این پروژه سانترال رو یه نگاهی بندازین، دوشنبه بفرستیم بره. فکر کنم اینجوری بهتره ها؟ نکنه به نور پیش توه؟ ماشینش خراب شده بود، دارم میرسونمش. خیلی خوب باشه، من فردا یه سر میزنم شرکت. شهرزادم صدا کنیم؟ شهرزاد؟ چرا؟ خب یه جایی از پروژه رو اون طراحی کرده، به نورم میگه بیاد. توضیحاتی که باید میداد داده. بعدش هم فردا شنبه است. به نظرم مزاحم نشین بهتره یه خورده با پسرش وقت بگذرونه. نور چیه؟ فکری به سرت زده؟ چطور؟ برای اولین بار یه کاری برات واجبتر از کار شرکت بود. جدا مادرها مثل فرشتن. معلومه که فرشتن. فردا حتما باید جمع شیم، دوشنبه نگاه میندازیم و میفرستیم. خیلی خوب باشه، همین کارو میکنیم. خودمون که فردا هم دیگه رو میبینیم. آره حتما. شب بخیر. شب تو هم بخیر. مثل اینکه فردا جمع نمیشیم ها؟ نیازی نیست، دوشنبه حلش میکنیم. هر طور که شما بخواید. شهرزاده نه؟ منم با خودم گفتم این موزیکو کجا شنیدم. این آهنگ باریش مانچوه؟ شهرزاده قصه گو، آره؟ فقط پروژه لوژمان رو میخواستید دیگه، درسته؟ زحمت نباشه، منتظر میمونم. این چه حرفیه؟ همین الان میریزمش رو CD. واقعا معذرت میخوام، شما امشب خیلی به من کمک کردین. اون وقت من شما رو اینجا سر پا نگه داشتم. تشریف نمیارین بالا؟ مشکلی نیست، همینجا منتظر. اصلا مگه میشه؟ لطفاً بفرمایید بالا تا من CD رو بزنم، شما هم یه قهوه میخورین. به زحمت میافتی. نه بابا چه زحمتی، خوشحال میشم. باشه، از اون قهوه طعم داراست دیگه. چشم حتما. خواهر مهربان، دلت برای کشورت تنگ شده؟ دلتنگ پسرم شدم. بلوتمو. بلوت اسم پسرته؟ چه اسم قشنگیه. اسمش خاص بود، خودشم خاص بود. بلوتم خیلی چشمه قشنگی داشت، مثل چشمای خودت. آه مهربان جان، چقدر درد کشیدی. چطور تونستی تحمل کنی؟ این جون برات امانت عزیزم. تا این جون تو بدنته خدا صبرشو میده. این قرضام تموم بشه، تابستون بیاد، تو من کان میریم باکو، دریای خزر رو میبینیم، بریم سر مزار بلوت. خیلی خوشمزه شده، مرسی. نوشه جان، من دارم CD رو میزنم، شما راحت باشین. نه من اینجوری راحت ترم، کل روزه دارم میشینم. خونتون خیلی قشنگه. خوشتون اومد؟ متشکرم. خیلی خوشم اومد.
تنها زندگی میکنی؟ ببخشید نمیخواستم بیادبی کنم. نه خواهش میکنم. خب خونه اینطوری به نظر میرسه، یه نفره. بله، تنها زندگی میکنم از زمان دانشگاه. مادر پدرت قبرسن؟ نه، 2 سالی اومدن استانبول، اون ور آب میشینن. این تویی؟ بله. خیلی بانمک بودی. هنوزم پیانو میزنی؟ آره، ولی پیانوم خونه مامانمه، فقط وقتی که میرم اونجا میتونم بزنم. تو حتما بالم بلدی. بله بلدم. مامانم واسه من و بوراکم معلم پیانو گرفته بود. شبای چهارشنبه بین ساعت 4 تا 6. دینگ 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 دینگ. چه خوب. هنوزم میزنی؟ نه بابا، توی یه ماه 3 تا استاد که دیوونه شدن مامانم بیخیال شد. چرا دیوونه شدن؟ خب بی استعداد بودم. بوراک از من بهتر بود. راستی مثل اینکه آقا بوراک قصد برگشتن ندارن. آخرین بار تابستون دیدمشون. کی درسشون تموم میشه؟ چه درسی جونم؟ درس مرس نمیخونه. اون داره اونجا عشق و حال میکنه. اینجوری نگی. نه اینجوریه. این 3مین دانشگاهشه. به زودی اینم ول میکنه. ما اصلا شبیه هم نیستیم. ولش کن. اینم یه عکس از زمان بالا است. بچه که بودم خیلی دوست داشتم بالرین بشم. خیلی خوشگله. اینم سیدی تموم نشد؟ بذاریم ببینم. الو خاله، چیزی شده؟ خوبم خاله جون. تو چطوری؟ کانم خوبه. خودت چطوری؟ ای جونم، کانم دلش برات تنگ شده. برای اول سال میشه. حتما میایم خاله با جون و دل. نه بدون کان نمیام. ای جونم. آهان راستی خاله جون، پولی که فرستاده بودم و گرفتی؟ باشه، به شادی خرجش کنی. مگه میشه؟ نه سر تحویل میبینمتون. منم میبوسم بهت. خداحافظ. خالم بود. آنکارا زندگی میکنه تنهایی، نمیدونه خواب چیه. بچه نداره؟ نه اصلا ازدواج نکرده. خالم خیلی برام زحمت کشیده خواهر مهربان، خیلی. تازه بچه بودم که یه روز صبح مامانم بیدار نشد. منو اون بیدار کرد که برم مدرسه. بابام تو بیمارستان شیفت داشت. دیدم مامانم خوابه. رفتم مدرسه. عصری بابام اومد مدرسه. صورتش سیاه شده بود، انگار باد کرده بود. من همون موقع فهمیدم یه اتفاقی افتاده. مامانم تو تختش مرده بود از سکته قلبی. تازه 42 سالش شده بود. شهرزاد، تقدیر دیگه خواهر. جوونی من با مرگ و میر گذشت خواهر مهربان. مامان، بابا، شوهر. اگه یه بلایی هم سر کان می اومد زنده نمی موندم. آخ خواهر، این دنیا انقدر ظالمه که نگو. منم میگفتم اگه بلایی سر بلوت بیاد زنده نمیمونم، ولی ببین زنده‌ام. خواهر مهربان، خیلی شبا گریه کردم که چرا بچم تو خاک سیاهه و من هنوز زنده‌ام.
عدالت دنیا رو اصلا درک نمی کنم. زندگی یه واقعیت شهرزاد. هرچی دردم که ببینیم زندگی میکنیم، ولی دوران روزای خوب رسیده. انشالله خواهر مهربان، انشالله هم تو هم من روزای خوبی میبینیم. شماها برید تو، من میخوام با باغبون حرف بزنم. باغبون همه گلا رو خشک کرده، الانه که حرف بشنوه. بابا تو داری اشتباه میکنی. عمو برهان رفت؟ خیرم همینجوریه. یه چای براتون بریزم؟ اینجا اینجوری نیست، اشتباه میذاری. خیرم همینجوریه. اینجوری نیست. خوشگلای دایی. مثل من میکنی. نه واقعا گانی تو چرا صبحانه نمیخوری؟ میخورم دیگه، میخورم. آیشه برای من یه چای کمرنگ میریزی لطفاً؟ ببین اینجوریه. واسه منم یه چایی میاری لطفاً. این مال منه. نیست. کن به مدادای خودت دست بزن. میخوای من سر من دارم. اینقدر داد و بیداد نکنید اول صبحی. دخترم هر کاری میکنید بدون دعوا بکنید، به خدا سرم درد گرفت. مامان اشتباه میکنه. نه خیرم نمیکنم. آره اشتباه. تمامش کنین دیگه. نه خیر نیست. برجو مال تو اشتباهه، خودت اشتباه میکنی. نه خیر. آبجی راستش من شب میخوام با رفیقام بریم بیرون یه دوری بزنیم. خوبه برو. برش ندار، به مدادنگه خودت دست بزنی. مشکل همینه دیگه، من پول ندارم، یه خورده پول لازمم آبجی. چی میگی تو گانی ها؟ تازه دیروز بهت 50 لیر دادم، چیکار کردی اون همه پولو؟ همچین میگی 50 لیر، انگار 5000 لیر پول دادی، همش پول تاکسیه دیگه، همش رفت. خب باشه، کیف پولم بالاست، رفتنی یادم بنداز بدم. یه دونه ای آبجی. این کیه دیگه الان؟ آیشه برو ببین کیه. من باز میکنم. خیر باش آقا برهان. دم پاییامو بده. رو چشم. شانس ما رو باش، پرندم فقط ما رو گیر آورده. چی شده؟ اینجا رو ببین. میگن شانس میار آقا برهان، شانس میارید. خیره بابا، چیزی شده؟ مامان بزرگ قربونت بره عزیزم، جیگرم. چی برات بیارم اومدنی؟ مامان بزرگ چی بیاره برام؟ پسرم آدم اینجوری نمیگه، میگه شما بیایید کافی. مامان بزرگ خودت بیای کافیه. آی من بخورمت با اون زبونت. خب دیگه بده به مامانت، صدای اونم بشنوم. مامان بزرگ میخواد با تو صحبت کنه. الو. سلام دخترم. سلام، چطوری؟ مرسی دخترم، چطور میتونم باشم؟ همه یه فکرم پیش کانه، تو چطوری؟ نه تو زحمت نکش، من میام. شهرزاد جان بفرمایید. الو. الو. اینجام دخترم. کی میای؟ یکم دیگه راه میافتم. باشه منتظریم. دیر نکنید باشه. باشه میبوسمت عزیز دلم. میخوای بری بچه رو ببینی؟ اگه اجازه بدی. نمیدادم نمیرفتی؟ نمیرفتم. پس لازم نیست اجازه بگیری. میگم رفتنی یه کادو بخرا، چیزا بگیر، همونی که احمد داشت. یه چیزی مثل دوربین بود. دوربین گلی؟ ایول دوربین گلی. ای بفرمایید آقا اونور.
چیه؟ نشناختی؟ ساعت باباته. پیش کرم منو ضایع کردی. انگار که یادگار پدرتو ازت مخفی میکنم. چون کوچیک شدی دادی؟ چه ربطی داره؟ من دنبال خاطرات بابام نیستم. پس چرا اونطوری حرف زدی؟ تنها بازدید کننده موزه بابات مگه من نبودم؟ خدا میدونه کرم چه فکری کرده. تو هیچ وقت منو درک نمی کنی. هیچ وقت. درسته پسرم. من اصلا تو رو درک نمی کنم. شایدم پدرتو اصلا درک نکردم مگه نه؟ من چنین چیزی نگفتم. من میخوام چیز دیگه ای بهت بگم. سالاست که بابام مرده. خواهشاً آدمی که انقدر عذابت داده رو فراموش کن دیگه. اون آدمی که راجبش حرف میزنی باباته. معذرت میخوام از دهنم پرید. آنور پسرم، پدرت تو دام افتاد. تو دام یه زن بی‌حیثیت افتاد. وگرنه هرگز همچین کاری نمی‌کرد. هرگز. دلت میخواست اینجوری باشه نه؟ دقت کن تو هم تو دام نیفتی. این نقاشی رو برای من کشیدی؟ آره واسه تو کشیدم. آی چه سورپرایز قشنگی. اونم منم؟ آره ولی خیلی تون کشیدم. میدونم تقصیر منه. خب دیر گفتم میام مگه نه؟ اشکال نداره من دوباره میکشم برات. آره تا تو این زبونو دوری خب من میخورم تمومت میکنم. اونور میخوام یه چیزی ازت بپرسم ولی باید راستشو بپرس. ببین پیچوندن نداری. باید راستشو بگی. اگه شهرزاد یه روزی بیاد در خونه‌ت، خب یا شهرزاد نباشه مثلا هر کی، آیشه خانم یا لبند، اگه واسه استخدام شدم به دروغ بگه من یه بچه سرطانی خونی دارم، $150,000 پول احتیاج دارم، اگه بگه این پولو میدی؟ دیگه فکر نکن، سریع بهم جواب بده. تو چی؟ اول تو بکن. زندگی کاری حرفه‌ای چنین دردسری رو نمیتونه تحمل کنه. برای خیلی پول زیادیه. نمیدادی یعنی؟ یعنی تو میدادی؟ نمیدونم. منم همش به این فکر میکنم. میدادی یا نمیدادی؟ اگه شهرزاد بود شاید میدادم، چون خیلی زن خوبیه. جدا یه مادره. میدادم یعنی نمیدونم. خیلی خوشگله. ببین مامان. بده. وای خیلی خوشگله. کان خیلی خوبه. از مامان بزرگ تشکر کردی؟ کردم. بوسش هم کردی؟ بوس کردم دوباره بوس میکنم. عزیز دلم خوشت اومد؟ خیلی خوشم اومد مرسی. این چیه مامان بزرگ؟ خب دوربین گلی. یه اسم دیگه ای داره من نمیتونم بگم. یه چیزی بود کپ. چیزه چی؟ کلیدسکوپ. همونه که میگی. خاله مهربان تو هم ببین. خیلی خوشش اومد. احمدم
هم از این دوربینا داشته وقتی که بچه بوده؟ باباش از آلمان آورده بود براش. از دستش نمی افتاد. میدونم. تعریف کرده بود. وقتی گفت میخواد با تو ازدواج کنه باباش دیگه اسمشو پاک کرد. به نظر من احمد لایق این مجازات نبود. هیچ کدوممون لیاقت این مجازاتو نداشتیم. اما این هدیه کانو پدر بزرگش فرستاده. خبر داری که میاین اینجا؟ آره. خیلی خوشحال شدم. به خاطر شما. دیگه وقتی میایید دیدن کان خیالتون راحته.